درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. حتما در خبرها به ویژه اخباری که از سوی رژیم جمهوری اسلامی منعکس شده است مطلع شده اید که ورودی بخش کنسولی سفارت رژیم جمهوری اسلامی در پاریس در فرانسه صبح روز شنبه به آتش کشیده شد. تا لحظه تنظیم این خبر در خبرگزاری‌های رسمی فرانسه البته در مورد چگونگی و عامل یا عاملان این آتش سوزی اطلاع رسانی نشده است. اما بر پایه شنیده‌های غیر رسمی رادیو فردا یک مرد با انتشار یک پیام صوتی که سپس برای دریافت کنندگان پاک شده است اظهار کرده است که به آتش کشیدن سفارت را برای مردم ایران انجام داده است. البته رادیو فردا گفته است که به طور مستقل نمیتوان درستی این شنیده ها را تایید کرد و محل ورودی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در خیابان فرنل پشت در ورودی اصلی سفارت در حال حاضر بسته است. در این راستا رایزن رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرده است که عوامل حمله بزدلانه عناصری ضد انقلاب بودند که به ساختمان کنسولگری حمله کردند و حالا در پاریس تحت تعقیب هستند. بسیاری از خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری میزان، شبکه خبر، فارس نیوز، تسنیم و بسیاری دیگر از خبرگزاری‌ها که در راستای منافع رژیم جمهوری اسلامی عمل می‌کنند با عنوان این خبر و اینکه منافع مردم ایران همچون سفارتخانه‌ها در کشورهای غربی باید محل امنی برای کنسولگران باشد و باید امنیت آنها توسط پلیس کشورهای غربی تضمین شود، این خبر را در مقیاس گسترده‌ای منعکس کردند. اقدامی مشکوک که به نظر می‌رسد که تایید کننده این ادعا از سوی نیویورک تایمز است که عوامل جمهوری اسلامی خود در پشت پرده این به آتش کشیدن سفارت بودند تا از این طریق به کشورهای غربی در آستانه قتل حکومتی مهسا امینی و فراخوان‌های متعددی که برای برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی ایرانیان در سراسر جهان ارائه شده است به بهانه امنیت سفرا و کنسولگران جمهوری اسلامی به کشورهای غربی فشار بیاورند که مانع تجمعات ایرانیان خارج از کشور شوند. به ویژه اینکه ماه قبل بود که حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان تهران گفته بود که اگر می‌خواهیم جلوی اعتراضات در درون را بگیریم باید نطفه آن را در خارج از کشور خفه کنیم. او گفته بود که مردم در ایران تظاهر کنندگان در کشورهای غربی را می‌بینند و انرژی و روحیه می‌گیرند و فکر می‌کنند که می‌توانند در ایران رژیم چنج کنند. او گفته بود که دستگاه دیپلماسی ایران و وزارت خارجه خیلی بی‌عرضه است اگر نتواند با رایزنی با کشورهای غربی جلوی راهپیمایی و تظاهرات علیه کشورمان را در خاک این کشورها بگیرد. اظهاراتی که تایید کننده این امر است که جمهوری اسلامی احتمالاً در آستانه کمتر از 10 روز مانده به تظاهرات سراسری مردم ایران در سرتاسر جهان با اقداماتی اینچنین قصد دارد به پلیس کشورهای غربی فشار بیاورد تا به بهانه امنیت مانع برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی ایرانیان خارج از کشور شود. در حالی است که روز به روز بر اطلاعیه ها، فراخوان‌ها و بیانیه ها برای برگزاری هرچه پرشورتر اعتراضات سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی افزوده می شود. در یکی از آخرین این پیام ها شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی به مناسبت سال روز قتل حکومتی مهسا امینی خواهان اتحاد همه مردم ایران برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن، زندگی، آزادی شد. شهبانو فرح پهلوی در این پیام که روز یک شنبه 19 اردیبهشت منتشر کرده است گفته است که 1 سال گذشت از روزی که مهسا دختر ایران را برای ابتدایی ترین حق زندگیش کشتند و به دنبال آن زخمی کهنه سرباز کرد
تا زن و مرد و یک ملت از هر جای این سرزمین یک دل و یک صدا شوند و از زن، زندگی و آزادی بگویند. شهبانو فرح پهلوی مهسا ژینا امینی را معرف همه کسانی خواند که در 44 سال گذشته برای تضعیف استبداد دینی و جبران عقب ماندگی های تاریخی کشور تلاش کردند. و همچنین چون باختگان سال و دورانی را که گذشت شناسنامه ایران ما دانست. همسر شاه فقید ایران شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام خود گفت: به روان پاک جان باختگان راه آزادی میهن درود میفرستم و با خانواده هایشان که این روزها زیر فشار و آزار فزاینده از سوی رژیم ضد ایرانی قرار دارند همدردم. این درد مشترک پیمان ما برای رسیدن به درمان مشترک است. اشخاص و گروه ها می آیند و می روند. آنچه می ماند اراده واقع بینانه و اطمینان به پیروزی است که فکرهای راهگشا از آن نشأت می گیرند و سرنوشت نهایی این مبارزه را رقم می زنند. شهبانو فرح پهلوی در این پیام همچنین از همه نیروهای نظامی و انتظامی میهن پرست خواست که به وظیفه انسانی و میهنی خود عمل کنند و حافظ جان هم میهنانشان در مقابل سرکوبگران باشند. و همچنین خواستار اتحاد برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی شد و ابراز امیدواری کرد که نور بر تاریکی پیروز شود. پیش از این شاهزاده رضا پهلوی هم در آخرین سخنانش درباره سالگرد خیزش سراسری که روز پنجشنبه 16 شهریور منتشر شد خطاب به مردم ایران گفته بود که در سال روز قتل مهسا امینی موج نوینی از انقلاب ملی را کلید بزنید. آزادی و آبادی کشورمان ایران زمانی به دست می آید که جمعیتی آگاه، مصمم، فداکار و متحد از ایرانیان به درک درد و درمان مشترک برسند. راه رهایی و آسایش شما برچیده شدن بساط این رژیم اهریمنی از ایران عزیزمان است. درد ایران ابعاد ملی دارد و درمان آن نیز ملی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین به دستگاه سرکوب هشدار داد که مسئولیت هر گونه خشونت علیه ملت ایران با شما و آمران آن است و افزود به ساعت عدالت بیاندیشید و از عواقب سرکوب ملت رنج دیده بهراسید. ملت ایران ملتی است متمدن و صلحجو، اما دفاع مشروع و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده به جان مردم میافتد حق بدیهی و مسلم شهروندان است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.